پایان قسمت قبلی صدای مرموزی آلیسیا رو به اقامتگاه قدیمی دالی‌های 9 دم فرا خواند. اون صدا کاری کرد که مهر طلسم شده رو لمس کنه و اونو به روباهی 9 دم تبدیل کرد و این بهش کمک کرد تا دوباره با کسی آشنا بشه. چد؟ مگه من تو رو شکست ندادم؟ اگه ساکت میموند و فکر میکرد متوجه میشد که این شخص چد نیست. این مرد جوان چالی بود. یه پسر دبیرستانی از آینده. پسر نوجوان با یک جادوی عجیب به گذشته فرستاده شد. اما خشم مانع از این شد که آلیسیا متوجه این موضوع بشه. وای، تقریبا فریبم دادی. این درخت غول‌پیکر از کجا اومده؟ این معبد شگفت‌انگیز نیست؟ این مجسمه ها واقعا زیبان. و تو رو برای اذیت کردن من استخدام کردن؟ نمیفهمم. ها چی میگی؟ عالی شد. چی؟ منو اونجا گیر انداختی؟ فوراً منو از اون چیز بیار بیرون ها. جادوم از بین رفته. همش به خاطر این گردنبنده. ولی چرا آشنا به نظر میرسه؟ گردنبندو بدش به من. چرا انقدر صف بستیش؟ نمیدونم این گردنبند از کجا آمده. اگه خوشت میاد میتونم بدمش بهت، ولی چرا نمیتونم درش بیارم؟ بذار ببینم. دستورالعمل در آوردن گردنبند. شاید اون چد واقعی نیست. یکی داره میاد. خانم، وایفای اینجا چیه؟ اون کجاست؟ شاهزاده. یک لشکر سرباز از ناکجاباد ظاهر شدن و چالی رو بردن. شاهزاده چد، مدت زیادیه که نیستین. پادشاه همه جا رو دنبالتون گشتن. اما من چالیم. این کارتون زیاده رویه. این خشونت علیه انسان هاست. به پلیس خبر میدم. روباه 9 دم مجبور شد اونا رو تا قصر دنبال کنه. خیابون باستانی بدون ساختمونای بلند، جادوگرا درست مثل هری پاتر، یه قصر با شکوه، یه دست سرباز و مستخدمای دوست داشتنی. این رویا نیست. من واقعا به گذشته سفر کردم، درست مثل رفتن به آینده. وقتش لباستون رو عوض کنین شاهزاده. چالی کاملا شوکه شده بود. خب چه کسی میتونه هنگام سفر در زمان آروم باشه؟ باید صحبت کنیم. روح روباه؟ جادو؟ شاهزاده جادوگر شیطانی؟ این برای یه روز خیلی زیاده. تو باید وقتی که من دارم این گردنبندو برمیدارم هویتتو مخفی کنی. خب راه دیگه‌ای وجود نداره؟ پسر دبیرستانی مجبور بود به عنوان یک شاهزاده زندگی کنه، البته نه به سختی. من لباسای یه شاهزاده خوشتیپو پوشیدم. چی کار داری میکنی؟ حالا آلیسیا مجبوره به چالی یاد بده چطور مثل یه شاهزاده رفتار کنه. صاف و مستقیم. باید با شکوه غذا بخوری. این کتاب، همه این کتابا باید همشونو بخونی تا امپراتوری رو بشناسی. زیاده رویه. مگه تو مادرمی؟ نه نمیخونم. آروم باش، نترسونش. عکس بگیرم؟ اولین باریه که اسب سواری میکنم. ناامید کننده است. بالاخره چالی تونست به آرومی با زندگی سلطنتی خودشو وقف بده. نگاش کن. توی این زندگی من فقط میتونم با چد ازدواج کنم. فکرشم نکن. اون مال خودمه. مال منه. اون با دانشی که از آینده داشت برای کمک به مردم این دوره کمک میکرد. چه معجزه جادویی. تو واقعا بزرگ شدی چد. اون مؤدبم هست. یه روباه 9 دم.
فوراً پیداش کنین. هر طوری که شده پیداش کنین. از این طرف. این دیگه چیه؟ نمیتونه این باشه. آلیسیا احتمالا متوجه شده بود که از دست دادن جادو چیز وحشتناکی نیست. ببخشید، فکر کردم تو چدی. این تلفن همراهه ولی شارژش کاملا تموم شده. این یه فندکه. این چرا قوه است. خیلی نورش زیاده. تو آینده چیزای بسیار بهتری وجود داره. اگه تو آینده بودی احتمالاً اندازه تیلور سویفت مشهور می شدی. خیلی زیبایی. خیلی خوشگل شدم. راستش میدونی چیه؟ آینده بهتره. پس نمیتونم اینجا بمونم آخه، کسل کننده است. آره درسته. همینطور منم باید گردنبند و جادو رو بازیابی کنم. آلیسیا به طور غیرمنتظری سر نخی از گردنبند رو درست توی کتابخونه چت پیدا کرد. انگشتر رو توی غار به دست کن و گردنبند ناپدید میشه. من جادومو دوباره به دست میارم. پس تو دیگه منو نمیبینی. این خیلی برات خوبه. درسته. خدا نگهدار. بابت همه چی ممنونم. هر دوی اونا انتظار اینو نداشتن که ورودشون به اینجا بخشی از سلام همسر سابق. چت پس از شکست توسط آلیسیا هنوز زنده بود. قسمتی از وجودش توسط خدمتکار وفادارش نگهداری شد. خدمتکار بعداً از حلقه برای پیدا کردن چالی استفاده کرد. من برای برگشتن به 3 چیز نیاز دارم. اول قلب وفادارترین خدمتکار، خون، دشمن واقعی و بدن واقعی برای زنده شدن. داداش تو ولدمورتی؟ اگه میدونستم آلیسیا جادوشو از دست داده تو رو زودتر می آوردم اینجا. چالی! عجله کن، بعدش میتونی بری خونه. خواب دیدم. این فقط یه رویا بود، درسته؟ نه، این خیلی واقعی بود. الی سیا. توی روزهای بعد چالی بیجان به نظر می رسید. تکشاخ کیهانی، عروس روح، حالا هم این روبای 9 توم، همه این داستانا ساختگیه. گردنبند شاهزاده چت، قهرمانی که طایفه شیطانی فاکس رو نابود کرد. گردنبند؟ پسر دبیرستانی نمیتونست این موقعیت رو از دست بده. الان چه اتفاقی افتاد؟ پلیس اینجاست. شما بازداشت شدی. جادو پدیدار شد و چالی به اتاق چت برگشت. همینه، درخت جادو. من به گذشته برگشتم. خیلی زود اومدی، 100 سال زودتر. آلیسیا هنوز به دنیا نیومده. من کسی هستم که گردنبندو ساخته. تمام هرج و مرج ناشی از اون ناشی از منه. اما اگه بتونم به قبل از اون ماجرا برم میتونم به الیسیا هشدار بدم. نه، خودم چند بار امتحان کردم. رستاخیز چت باید اتفاق بیفته. ما نمیتونیم دخالت کنیم. شما فقط بعد از زنده شدنش میتونی دخالت کنی، اما نمیتونی به آینده برگردی. موافقم، من هر کاری میکنم. فرزندم، تو از من قوی تری، خیلی قوی تر. آلیسیا رو پیدا کن ولی دخالت نکن. بهت اعتماد دارم که اونو نجات میدی فرزندم. از اون روز به بعد چالی در سکوت تمام اتفاقات زندگی آلیسیا رو مشاهده میکرد. اون زجر کشیدن و بزرگ شدنش رو دید و شاهد لحظه این سرنوشت بود. نه. بالاخره من برگشتم. نه چالی. این همه مدت منتظرم بودی؟ چالی، اوه، واقعا خودتی؟ نه، این امکان نداره. نبرد شدیدی در گرفت. تو چرا انقدر قدرتمندی؟ بهت نشون میدم.
الیسیا! بالاخره کارشونو تموم کردم. 2 جونور مزاحمو. با کمی تلاش چارلی گردنبند رو به روباه داد. غیر ممکنه. دیگه هرگز نمیتونی به ما آسیب بزنی. چارلی طاقت بیار چارلی. نمیتونم. تو در حال حاضر 9 تا دم داری، درسته؟ تو رهبر جدید دهکده‌ای. من اونو نمیخوام. دوست دارم. لطفاً ترکم نکن. من بیشتر دوستت دارم. من زودتر عاشقت شدم. رهبر روستا؟ قدرت؟ نمیخوامش. جادوی 8 دم روباه خیلی قدرتمند بود. میتونست یه نفر رو زنده کنه. وای مامان، من دوباره تقلب کردم. هنوز نفهمیدم چرا با بقیه فرق دارم. خب به خاطر اینکه تو بچه منی. یه روباه با 9 دم. و به خاطر اینکه بچه اینم هستی. پدر، کسی که 2 بار توی زمان سفر میکنه تا با من باشه، ما برای همیشه خوشحال خواهیم بود.